سلام عزیزانی من. برنامه نوبتی ناگفته ها را پیشکش میکنیم با اشتراک یحیی جان قند. سلام علیکم. سلام یحیی. سلام. شما خوبید؟ خوبه اکا جان. سلامت باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. اول درباره شیرینی ها گپ میزنیم. شکلات، شیرینی ها، از بین همه شیرینی ها کدام شیرینی را شما دوست می‌دارید؟ من قند را دوست می‌دارم. شکلات رو یا اینکه مثلا یگون میوگی رو؟ میوگی همه رو چه دوست می‌دارم؟ چی؟ سیب. سیب یک. انار. تمام. از خوراک ها چی؟ از خوراک؟ خوراک یعنی آش، شوربه این چیزها. آش. باز. تمام. فقط آش رو، آش پلاو، سرگوشت. سرگوشت؟ من نخورم. گوشتش بسیار باشد گوشت؟ نه خیلی باشه، من نخورم. میخورید. بسیار خوب. در خانه کی آش میپزد؟ در خانه بیبیم ایم. بیبی ایا یعنی مادرتون شهلا آش میپزد؟ آش بیبی ما بمزه است یا آش مادرتون؟ هر چو بیشتر. بیشتر از کی؟ از همه بسیار از کی بمزه تر است؟ از بیبی یا از ایا؟ نه فدین شو برای جان آخی هر چو. آی جانی من. میگوید که نمیخواهم دلشون برنجد و میگویم که از هر دویشون. اوه تو بلوچه نمیخوای که یگون تش برنجد؟ برخی کودکان گریه میکنن نه برای بازیچه. شما دیدید که کودکان گریه میکنن؟ بعضی کودکان این عادت رو ندارید نه؟ چی میگویید؟ چی میگویید؟ هیچ. چون نخرن. خودشون میخوان. اگر نخرن چی؟ نخر. گریه نمیکنید. با کدام بازیچه ها بازی کردن رو دوست می‌دارید؟ دینازور، موشینچه. در خانه چند بازیچه دارید؟ بسیار است. چی دارید؟ بیاید بازی. هر چی. کدام بازیچه رو بیشتر دوست می‌دارید؟ دینازور. دینازور. چی خیلی است و دینازور کلان است، خرد است، چقدر است؟ نمی‌خوام چه. از فیلم های تصویری چی رو تماشا میکنید بیشتر؟ نوپاگادی. این فیلم های تصویری که نام میبرند اینها گوب کباب و اینها پسند نیست؟ پسنده. بیشتر کدامش؟ چند تاش رو تماشا کردید شما؟ گوب کباب. باز؟ جینجانی. باز؟ نوپاگادی. نوپاگادی. کدامش رو بیشتر دوست می‌دارید از این فیلم های تصویری؟ جینجونشه. شرک چی؟ شرک رو تماشا نکردید؟ نمیخواید شرک رو؟ هندواریم. خیلی خوب. اکنون میگذاریم با کارهای ایجادی شما، با سرودخوانی. دوست می‌دارید سرودخوانی رو؟ بله. کدام سرودهای رو بیشتر دوست می‌دارید؟ مادرجانه. و سرودخوانی دشوار است یا آسان؟ دشوار است؟ هم آسان یا خیلیش. چی دشواری دارد؟ بیاید درباره دشواری ها گپ میزنیم. یا خیلیش کیزی که گیاه میکنی. دیر تمیرن جونه آدمو گیاه میکنن با خندواری هستن. خسندی خیلی خندوار. جونی من، در کدام سرود ها شما گریه کردید؟ میتونید گویید همونو نقل کنید؟ پدر جان، مادر جان، هر جان. شما گریه کردید؟ شما رو مجبور کردن که گریه کنید یا اینکه خودتون گریه کردید؟ خودتون گریه کردید. زیق شدید؟ سرودهای شوخ هم دارید نه؟ بله. سرودهای شوخ خوبن یا سرودهای غم انگیز؟ شوخ رو دوست دارید؟ خیر. یحیی، در روی صحنه برآمد کردن رو دوست می‌دارید؟ بله. آینده کلان شوید کدام کسب رو، کدام کار رو انتخاب میکنید؟ حافظی. میلیسه. هم حافظی هم میلیسنیر میشوید. چرا میلیسنیر میشوید؟ نمیدونم. حافظی هم میکنید؟ سرایندگی هم میکنید؟ بله.
آها. بسیار آفیزه که میرسگی کم کم. میلیساگی کم کم حافظی بیشتر ها؟ عجیب هم میلیسیونر هم حافظ این خیلیش رو نو دیدیم. یحیی جون عجب بچه خوب است. خیر اکنون اگر یک دنیا پول داشته باشید چی میخرید؟ بیایید حساب میکنیم. هم آدمتون دکون چی میخریم؟ چی؟ کتی ایم چی میخرید؟ بودو جان نمیدونم همشه جمع میکنیم. جمع میکنیم. در خونه در ماشین همه چیزا با جمع میکنیم. چی میخرید بعد؟ خونه ماشین. خانه ماشین بهترین. برای مرد این چیزها ضرور است. مرد باید خانه و ماشین داشته باشد، درخت چیناند و یک زنی خوب بگیرد. کلان که شدید حتما زن میگیرید. بله. زن میگیرید. چگونه شما زن رو انتخاب میکنید؟ چگونه دختر باید باشد که یحیی این دختر رو به زنی بگیرد؟ باید چه خیل باشد همون بجه دختر؟ خودم دوره. دوری دلکه. بله. اوه عجیب عجیب. نامش چیست؟ نامش یاسمینه. یاسمینه از کجا است؟ از کجا؟ قرآن. از بختر قرآن. بله. آها. چند سال است؟ 7 ساله. شما خودتون چند ساله؟ 7 ساله. همسالی خودتون؟ یکدیگر رو میبینید؟ بله. یاسمینه هم شیرینی ها رو دوست میدارد؟ بله. کدام شیرینی؟ یگون شیرینی تحفه کردید به یاسمینه؟ بله. چی؟ چی تحفه کردید؟ چه هستن که خندان میمونن خیلی سرخ خیلی رنگ هستن. آها. خیلی. خریدید؟ بله. بردید دادید به اون دختر؟ بله. چی گفت بعد؟ رحمت. رحمت گفت. با یاسمینه گپ میزنید؟ بله. درباره چی گپ میزنید مثلا؟ نمیدونم هر چی دیگه میزنی. مثلا چی میگویید؟ مثلا چی میگویید؟ نمیدونم خیلی یخ وقتا میرم. یه خیلی وقت. من با شما گفتم که همون یک دنیا پول داشته باشید چی میخرید، ولی نپرسیدم که همون یک دنیا پول داشته باشید با یاسمینه چی میخرید؟ با یاسمینه؟ بله. هر چی. چی مثلا؟ نمیدونم هر چی خواهم میخرم. چیزی که خواهد میخرید. بله. اگر گوید که مثلا برای من یک خونه 3 آشیانه خرید میخرید؟ بله. اگر گوید که با من یک ماشین قیمت خرید میخرید؟ بله. اگر یاسمینه گوید که با من ماشین بخر، مادر گوید که نه نخر برای یاسمینه ماشین، چیکار میکنید؟ با جوی میخرم. خیر با یکون کس نمیگویم. بله. بایلش. من میخواهم که درباره رفیقانتان حرف زنید. چند دوست دارید؟ جوره ها؟ جوره ها؟ یگان تا. ندارید؟ دارم یا تا. نامش چی است؟ شاجان. درباره‌اش حرف زنید. چگونه بچه است؟ بعد با کدام بازی ها شما مشغول میشوید؟ و بازی چه نظره که هر چی بازی میکنی. مثلا سرک نکن، بجو شوا کن. خیلی بازی میکنی. شادمون چند ساله است؟ چین ما؟ همسایه‌تان است؟ در اینستاگرامتون یک صورت شما رو دیدم، لباسی زرد دارید با گیتار. کی یاد داد به شما گیتار نوازی رو؟ گیتاره؟ خیلی موزه داد کدیم. میتونید. در کجا میخونید؟ شما در کجا میخونید؟ در مکتب موسیقی. بهترین. یاسمینه در کجا میخوند؟ یاسمینه دکتر یک. لیسه یک. رفیق شما شاهجهان است. شاهجهان میخواند یا نه؟ بله. در کجا میخواند؟ شما نمیدونم. نمیدونید. شاهجهان همون پسر بهادر است. بله. شما به خانه اونها میروید؟ در خانه اونها چی کار میکنید؟ در خانه اونها بازی میکنید. چی بازی میکنید؟ سرک نکن با جو شوا کن کتی اپوش. سرک نکن با جو شوا کن. خیر یک چیز دیگر. یگون بار شما یگون کاری کردید که
مادرتون جنگ کرده باشد شما؟ نه کم کم جنگ میکنم. کم کم؟ کدام وقت ها جنگ میکند؟ چیکار کنید که جنگ میکند؟ کم کم غم میتم و جنگ میکنم. چی خیل غم میتید؟ درباره غم دادنتون گپ زنید. میگم که ایجون بریم برم نمیگه خیلی ایجون میگم با جنگ میکنم. شما گفتید که غم میدید. چی خیل غم میدید؟ گفتید که کم کم غم میدیم. فقط ایا میکنم. عجب، همین غم دیهی است ها؟ شما اینستاگرام دارید. اینستاگرام شما رو کی پیش میبرد؟ خودتون؟ ایام کتی بودر جان خودم. تلفن دارید؟ بله چی خیلی از تلفن شما؟ خودم نمیدونم نمیخوام کاملا. کلان است. و در اینستاگرام با شما می نویسند؟ خونده می توانید؟ می توانید خونده. بسیار خوب. کلان شوید چگونه ماشین می خرید برای خودتون؟ یگوار. یگوار. عجیب عجیب. چم. مثل مادر. مثلا با مغازه می روید، لباس انتخاب میکنید، لباس رو خودتون انتخاب میکنید یا اینکه مادر انتخاب میکنه؟ مادر من. مادر؟ هر دو ما. ایام کتی. وقتی که شما رو میگویند در نوارها که گریه کنید، چطور گریه میکنید؟ ام خیلی گریه میکنم. چی خیلی؟ مثلا حضور میتوانید گریه کنید؟ کلیپ ده. کلیپ ده. چگونه میکنید همون گریه رو؟ چشمتون رو سخت میپوشید، چی خیلی گریه میکنید؟ خیلی سخت. آها. عجیب است. یگون سرود رو زمزمه کرده میتونید کم کم بخونیم؟ یگون سرود رو با هم. کدام سرود؟ یاد کردم آچه جانم آواز شیرینی تره تا غم هارم دیر جانم رخساری مهینی تره دو چشمانم بسودی تر که میایی آچه جان بیبوسم من آن دستانه آچه خاکی پایی تره. براو. جونی من. سرودی پدر چی؟ پدر جانم جان پدر تو به رحمین این قدر گناهم چی بود بگو مرا پرتافتی. خیر، روزهای آفتابی رو دوست می‌دارید یا روزهایی که برف و باران است؟ آفتاب و برف. آها. کتی هم آفتاب باشد هم برف بارد. شمال. عجب. شمال. هم شمال باشد هم آفتاب باشد، از یک طرف آفتاب بارد از یک طرف برف بارد. یک وقتا یک تاش با دیمش بعد سیمش. اول آفتاب شود بعد برف بارد بعد باران. برف نه یکم آفتاب با شمال با برف. اول آفتاب بعد شمال بعد برف. عجیب عجیب عجیب. با مادرتون چی گفتن میخواهید حاضر؟ مادرم من بسیار دوست می‌دارم. ای حمده. اکنون بیبی جان میرنجد. شما گفتید که اگون تاش رو رنجاندن نمیخواهم. حاضر گفت اکنون برای بیبی جان یگون گپی خوب بگوید. بخشش بیبی جان. جانی من جانی من. یک چیز دیگر، بعضی بچه ها مثلا سکچه دارند، پیشکچه دارند یا یگون بلبلک کفترک دارند در خانه. شما نمیخواهید که مثلا یگون پیشکچه یا سکچه داشته باشید؟ زنده بازیچه نیست. زنده؟ بله. پاپگای دارم که جای رفته. پرید رفت؟ دو تا بود. یک تاش ایم تاش رفتم. از کجا آوردید؟ گپ زنید درباره اون. ای پیش دامو. کجا شدند حالا؟ نمیدونی اوچه میدونه. اوچه. پاپوگای توتیچه؟ توتی. چی میدادید با توتیچه ها؟ اقاچون آب. در خانه بودند؟ بله. یک وقت رو سمیدیم. آواز میبرآوردن؟ گپ نمیزدن. چک میکردن. کام نیستن که. مایده چه؟ خیلی ندارم. خیلی ندارم. من همین خیلی ندارم.
هیچ کار نداره خیلی. من میخواهم که حالا شما باز یگون سرودی دیگر رو زمزمه کنید که هممون گوش کنیم و راحت کنیم. چی باید بگم؟ چیزی که دلتون میخواهد. استاد جنبان تو کدتم هم دست تو هم گردنتم میده میده رقصیدنش مرا کشته چخیدنش. عجیب عجیب عجیب. اکنون همون با دستهایتون این خیلی اشاره میکنید میخونید، همش رو بکنید. اکنون من کارگردان یعنی رژیسور میشوم، شما همین سرود رو یک بار دیگر بخونید، با دست ها حرکت کرده، همون با چشم هایتون هر خیل نغمه ها میکنید، همون رو بکنید. رفتیم یک بار دیگر. استاد جنبان تو کدتم هم دست و هم گردنتم میده میده رقصیدنش مرا کشته چخیدنش. عجیب. این حرکت ها رو کی به شما یاد میدهد؟ رقص ها رو ایم یک بار از جوی برخیزید، اکنون با رقص بکنید همین کارها رو. یک بار دیگر. استاد جنبان تو کدتم هم دست و هم گردنتم میده میده رقصیدنش مرا کشته چخیدنش. با مخلصانتون چی گفتن میخواید؟ انا مخلصانتون شما رو این زمان میبینم. بچه غریبا زنده باشه. با این طرف بکن. یک بار. بچه غریبا زنده باشه. اپای غریبا زنده باشه. تشکر میگویم. ما رضایت والدینی یحیی جان رو گرفتیم، مخصوصا مادرش اجازه داد که ما این صحبت رو انجام بدهیم. در نهایت صحبت من با یحیی جان آینده درخشان تمنا میکنم. این کودک شیرین رو، شیرین سخن واقعا ارزنده تحسین است. سپاس، تشکر. رحمت. بچه غریبا زنده باشه. خداحافظی میکنیم. خیر. خیر.